سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. من شکیبایتی هم و امروز قرار داخل این ویدیو بریم سراغ بررسی بتل پس این سیزن، یعنی سیزن 5 کال آف دیوتی موبایل که تازه منتشر شده. فکر کنم یه صبحی ساعت 7 اینا منتشر شده بود که الان میریم با هم بررسیش میکنیم. قبلش نگاه کنیم، دور اول بود که اسکین گودزیلا رو در آوردیم. کاراکتر یعنی همون اسکین اولش میرسیم به این زنه که خیلی اسکین زیادی شلوغش کردن، چیمیا آویزونشه و اسموک و مسموک. میریم سراغ گان اولش که میشه LW3 توندرا، بهترین اسنایپ از نظر من بعد دیل البته، که خیلی طراحی قشنگ و میزانی روش دماسنج نمیم چی دماسنج داره و لوله موله بهش وصله و اسکوپش هم خیلی تر و تمیزیه. من تستش کردم، البته رو اونیکی اکانته، این اکانت خامه. خب ایناش هم که زیاد چی نیست، یه آتش نشان وایساده داره آب میده. گان دومش میرسیم به RPD، بهترین LMG بعد از MG42 بود. بله، آیرون سایدش هم که زیاد که اصلا هیچ فرقی نداره، فقط یه رنگ زردی بهش زدن و دادن گفتن بیا اینم آیرون سایدش، ولی خداوکیل طراحیش خیلی قشنگه. میرسیم به اسکین دومش که بهترین اسکین تو این چند سیزن، یعنی همین 5 سیزنش. البته چرا رفت؟ کی منو این وایس داد؟ ولش فکر نکن. اکتیویژن دایی. خب آقا این اسکین دومش بود، داشتم گفتم این بهترین اسکین از نظر من تو این 5 سیزنی که اومده. بهترینش این بوده، بعدیش همون نارنجیه بود، زندان و اینا بود، در مورد زندان اینا بود، صورت مورتش زخمی بود. آره اونم بعد اینه. البته این خیلی قشنگ درستش کردن. این پشتیش یه ذره رو مخه، مثلا گیم پلیاشو بعدن میذارم براتون، یه ذره جلوی چشو میگیره، اصلا نمیتونی ببینی انمیو. اینم گان سوم فکر کنم یا دومه، آره سومه، که اسود رایفله. خیلی هم این رایفله بدترین رایفل کل تاریخچه کال آف دیوتی بوده. کلا ازش خوشم میاد، خوشحال نمیکنم. گان جدید سیزن بل خط فاصله 27، حالا نمیدونم چطوری تلفظ میشه ولی خیلی گان خوبیه. فکر کنم از وارزون هم آوردنش چون خیلی حال هوای بلک آپس 7 رو داره. دنسشو داریم، خیلی کلاسه، ربات ماننده یارو، اینطوری میکنه. اسکین چهارم نه ببخشید سومش قبلش بک رو داریم که یه کیفیه که چی بهش میگن، اسکیت داخلشه. با اسکین سوم رو داریم، بهترین اسکین بعد اون زرده مال این بتل پس اینه. البته این اوله فکر کنم، چشش آبی خیلی قشنگه. این یکی رو دوست داشتم. به آقا باید برای اکتیویژن دست بزن، خیلی این یکی قشنگ بود. بریم سراغ گان چهارم که میشه PPSH، که خیلی آیرون سایدش هم فکر نکنم فرقی داشته باشه، فکر نکنم، ولی طراحیش هم هیچ فرقی نداره، فقط یه دو سه تا استیکر چسبوندن بهش و رنگشو نقره‌ای کردن و یه سری اینجور چیزا بهش وصل کردن. استوکش هم البته فرق داره، استوک مثلا تر تمیزی براش انداختن. خب میرسیم به اسکین چهارم، اسکین آخر این بتل پس که یه آتش نشانه که صورتش نمیدونم چطوری قرمزه. از این بعد ماشینتون آتیش گرفت پیاده بشین آبش بدین، البته آب آتش نشانی. و میریم سراغ گان پنجمش که گان این سیزنه، هیچ تغییری هم نداره، فقط یه ذره با اسپری رنگ اومدن اینطوری، نمیدونم چی روش نوشتن، نمیدونم ساب، نمیدونم چی منظورش اینه که ساب کن آقا، تا اینجا یه ویدیو اومدی ساب کن دیگه.
آیرون سایدش هم هیچ فرقی نداره. من این گانه رو تست کردم، اصلا آیرون سایدش فرقی نداره. رنگ خود چی هم فقط نقره‌ای کردن، گفتم که اسپری زدن بهش، گفتن بیا اینم گان جدیدت. خب بچه ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قبل اینکه از ویدیو بری بیرون ناموسن ساب کن تا اینجا اومدی.